سلام درود ارادت، خیلی مخلصیم. برای اینکه بخواین اندیکاتوری اضافه کنید به چارتتون باید برید قسمت اینسرت بالای مانیتورتون توی بخش متا تریدر و ایندیکیتور نوشته مووینگ اوریج رو کلیک میکنید. اینجا 200 خودش هست، شما اگر نیست شما تغییرش بدید به 200. رنگ شما قرمز میکنیم، شما میتونید ضخامتش رو کمتر یا بیشتر کنید. اوکی، این برای ما میاد. دومین مووینگ اوریجی که میخواستیم میایم بخش اینسرت ایندیکیتور مووینگ اوریج و پریودش رو میذاریم روی 50 و رنگش رو به رنگ آبی در میاریم و اوکی میکنیم و گفتیم هر زمانی که این دو تا هم دیگه رو قطع کنن ما بای میگیریم. اگر آبیه که 50 است، قرمز رو به سمت بالا بشکنه بایریم، اگه به سمت پایین. برای بالا بردن بازدهی این استراتژی باید برید یک اندیکاتور دیگه به نام مکدی رو اضافه میکنیم. میاد تو بخش اسیلاتور و مکدی رو انتخاب میکنید. همین تنظیمات دیفالتش عادیش میاریدش و زمانی که خوب دقت کنید، زمانی ما سلر هستیم که این میله های هیستوگرام مکدی تو فاز منفیش باشن و زمانی بایریم. خوب دقت کنید اینجا زمانی بایریم، درسته قطع کرده 50 مووینگ 200 رو، ولی زمانی بایریم که این تاییدیه رو به ما بده که مکدی در فاز مثبت باشه نه فاز منفی. اونجا تاییدیه مکدی رو نداریم. حالا میتونید تاییدیه دیگه هم بگیرید، تاییدیه پرس اکشنی، مثلا خط روندی شکسته باشه یا با تاییدیه کندلی، مثل اینکه شما روی این ناحیه روی کراسشون دارید پین بار میبینید و کندل های پرقدرت. اینا میتونن جزء تاییدیه‌ای باشن که شما باهاش کار کنید و وارد معامله بشید. ولی یک مطلبی رو خدمتتون عرض کنم عزیزای من با اندیکاتور اصلا کار نمی‌کنم، اصلا به اگر میخواید با اندیکاتور کار کنید روش‌های مختلفی هست که بخواید تاییدیه ازش بگیرید و بازدهی اون رو بالا ببرید، ولی بازار رو میشه به صورت خیلی خیلی راحت تری یاد گرفت و از لایو ترید های من روزانه میتونید استفاده کنید. ببینید من با 2 تا خط و خیلی خیلی ساده چارت رو میبینم و همون لحظه تصمیم میگیریم و وارد معامله میشیم و سود روزانه‌مون تاچ میشه یا حتی حد ضرر روزانه‌مون تاچ میشه و تمام درست شد. خیلی مخلصیم. هر روز توی استوری با من باش که هر روز نکات بیشتری رو قراره یاد بگیری.